دادگاه شهر بیشکک امر داد که تلویزیون خصوصی سنتیبر برای نشر مطالب دارای محتوای افراطگرایی بسته شود. دادگاه روز 22 اوگوست گفت تلویزیون مذکور باید نشر برنامه‌هایش را کاملا قطع کند. دادستانی قرقیزستان میگوید تلویزیون سنتیبر به یک مأمور سابق پلیس در ولایت اوش منبر داده است که اندیشه‌های افراطی بیان کند. تلویزیون خصوصی سنتیبر اکثرا رئیس جمهور المازبک اتامبایف را تنقید میکرد و 2 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان بسته می شود. در این باره صحبت داریم با الیزا کنیبای و همکارم از بخش قرقیزی رادیو آزادی. الیزا، به برنامه ما خوش آمدید. و دادرس‌ها چی گفتند؟ ماجرا چی است و سنتیبر چگونه موضوع افراطگرایی را راه داده است؟ دادگاه ناحیه первомайский در شهر بیشکک فعالیت تلویزیون سنتیبر را باز داشت و پخش برنامه‌های آن را قطع کرد. سبب بستن تلویزیون بیانیه عبدالدی غفورов سردار سابق ریاست امور داخلی ولایت اوش شد. وی سال گذشته در صحبت مستقیم در تلویزیون سنتیبر سооронбой جینبеков نخست وزیر پیشین قرقیزستان و برادر او اسیربек جینبеков را که رئیس سابق پارلمان است در آن متهم کرد که گویا 3 میلیون دلار جدا شده برای به اعتدال آوردن وضع در جنوب قرقیزستان را از خود کردند. دادستانی کل قرقیزستان این بیانیه غفورов را افراطگرایی ارزیابی کرده از دادگاه خواست که فعالیت تلویزیون را قطع کند. رهبریت تلویزیون قرار دادگاه را ناعادلانه نامیده گفته است که از حکم دادگاه شکایت می‌کند. رهبران تلویزیون چی میگویند؟ حکم دادگاه را چگونه ارزیابی کردند؟ Представители канала отмечают, что интервью было дано в прошлом году. نمایندگان تلویزیون میگویند مصاحبه سال گذشته از طریق تلویزیون سنتیبر در شهر اوش پخش شد که هیچ ارتباطی با تلویزیون سنتیبر در بیشکک ندارد. اما منع فعالیت تلویزیون بحث زیادی را در قرقیزستان برانگیخت. فعالان، حامیان حقوق و خبرنگاران به این نظرند که قطع فعالیت سنتیبر ادامه سرکوب‌های سیاسی در کشور است، چون تلویزیون به سیاستمدار مخالف دولت اموربک تکیبوف تعلق داشت. خود او را چند پیش با گناه فسادکاری به 8 سال زندان محکوم کردند، هرچند این ادعا را رد می‌کند. سنتیبر را یکی از تلویزیون‌های کمشمار قرقیزستان مینامند که به رقیبان و مخالفان دولت منبر میداد. و در قرقیزستان تا 2 ماه دیگر انتخابات ریاستی جمهوری برگزار می شود و این قضیه هم به انتخابات اندازه ربط دارد و دایر به تحولات آخر در کارزار انتخاباتی صحبت می کردی. Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр, подал в отставку в связи с участием. сооронбой جینبеков نخست وزیر قرقیزستان برای شرکت در انتخابات از مقامش استعفا داد و رئیس جمهور المازبک اتامبایف استعفای او را پذیرفت. تحلیلگران میگویند ممکن بستن تلویزیون به معرکه انتخاباتی هم ارتباط داشته باشد. تعداد داوطلبان کرسی ریاست جمهوری امسال به 59 نفر رسید، ولی تا کنون تیمیر سریف نخست وزیر سابق و رئیس حزب اقشمقار، اموربек بابانов رئیس جناحی حزب ریسپوبلیکا در پارلمان و сооронбой جینبеков ثبت نام شدند. حالا گفته می شود که ممکن است به جای او سفر اسحاقов دست راست رئیس جمهور المازبek اتامبایف بیاید. با گفته تحلیلگران ممکن است اسحاقов نه تنها در دوره کارزار انتخاباتی بلکه برای دراز مدت در این مقام بماند. период выборов и с дальнейшими планами. تشکر الیزا کنیمبایوا با ما از بخش قرقیزی رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر الیزا. Спасибо.